my lovely friend. How are you doing? I hope everyone is doing well. Have you reviewed the lessons? Today we are going to work on page 10. We are going to learn and explore more examples beyond the page and the book so that we can use them in our conversations. Let's get started. خب بچه صفحه 10 کتاب اومده نوشته listen گوش بدید point با انگشت اشاره کنید and repeat تکرار کنید listen point and repeat اولین تصویرمون تصویر کیفه this is a bag this is a bag درس قبلی this is a bag این یک کیفه خب دومیش folder folder this is a folder this is a folder سومین تصویر door this is a door این یه دره this is a door بعدیش چیه یه پنجره است window this is a window تصویر آخرمون تصویر قفسه است قفسه کتاب که بهش میگیم bookshelf قفسه کتاب خود تصویر دقیقاً bookcase کتابخونه کتابخونه bookshelf میشه قفسه های کتاب اوکی همون بوک اولش سر جاشه کیس بود bookcase بود میشه کتابخونه بوک به علاوه shelf بود میشه قفسه کتاب this is a bookcase تصویر بعدیمون نوشته listen and sing and do let's sing اومده یه دونه شعر آماده کرده خب ما اینجا نمیتونیم پخشش کنیم شما خودت باید حتما بعد از اینکه این ویدیو رو تماشا کردی بری حتما این CD رو گوش بدی از اول let's sing بیایید آواز بخونیم خب متنش من متن رو براتون میخونم ترجمه میکنم بعد از این قراره کلی جمله با هم کار کنیم که توی روزمره توی مکالماتمون ازش استفاده کنیم بتونیم قشنگ صحبت کنیم اوکی ما قرار نیست فقط لغت یاد بگیریم پس اول اینو میخونیم بعد میریم بعدی خب let's continue بیایید ادامه بدیم open the book means کتابو باز کن open the book what's this it's a book open the book close the book open the book close the book کتابو باز کن کتابو ببند open باز کردن close بستن what's this it's a door what's this it's a bag what's this it's a window بریم که جمله ها رو کار کنیم با هم بچه‌ها من میگم کتابو باز کن بعد میگم ببندش یا جمله های مشابهین با کلمه open باز کردن close بستن number 1 open the book کتابو باز کن close the book open the book close the book open the door close the door open the door close the door حالا میخوام بگم کتاب خودتو باز کن your book کتاب خودت your book open your book close your book کتابتو ببند close your book open your book close your book your eyes چشمای تو open your eyes close your eyes open your eyes close your eyes خب میخوام بگم پنجره رو باز کن open the window close the window open the window close the window خب بچه ها میخوام بگم دفترچه یادداشت رو باز کن open the notebook close your notebook اوکی میخوام بگم لپتاپ تو ببند close your laptop میخوام بگم گوشی تو باز کن قفل آقا میخوام بگم گوشی تو باز کن میخوام استفاده کنم open your
phone. خب بچه‌ها دیدید یه نفر مثلا خب مؤدبانه بگه میشه در رو ببندی، میشه به انگلیسی میشه could you close the door please? Could you close the door please? میشه در رو باز کنی. دیدی سر جلسه تقلب میکنی، معلمت میگه please don't open your book. Please don't open your book. کتابتو لطفاً باز نکن. Don't cheat. تقلب نکن. Don't cheat. Please don't open your book. خب بچه کلمه close همیشه به معنی بستن نیست. گاهی به معنی تعطیل شدن یا تعطیل کردن. For example, what time does the bank close? What time does the bank close? What time does the bank close? بانک چه ساعتی تعطیل میکنه؟ یه معنی دیگه هم داره، به معنی نزدیک شدن یا تموم شدن. الان من یه مثال دیگه براتون میزنم. His house is close to the sea. His house is close to the sea. His house is close to the sea. میگه his house خونه اون is هست close to the sea. Close to the sea نزدیک دریاست. His house is close to the sea. خب بچه‌ها پس اینجا یاد گرفتیم close به معنی بستن، به معنی تعطیل شدن، به معنی نزدیک بودن، نزدیک شدن. اینا هم همه رو معنی میده. و یاد گرفتیم وقتی میخوایم توی انگلیسی به نفر بگیم یه کار رو انجام بده، اولش فعلش رو میذاریم، دستور میدیم open open close open close. اینو وقتی میگم اولش شنیدم دستور میدم یه کاری رو انجام بده. open باز کن، close ببند. open the book close the book. open your eyes close your eyes. open the window close the window. could you close the window please? could you close the window please? could you close the door please? could you close your eyes please? متوجه شدین؟ وقتی میخوایم درخواست مؤدبانه کنیم could you رو میذاریم، جای اون فعل رو عوض میکنم و جای اون اسمو. پلیزم که مؤدبانه میخوای از کسی هر درخواستی کنی میگی لطفاً. این کلمه رو هم کنارش قرار میدیم. بچه چند تا لغت جدید یاد گرفتیم. bag, folder, door, window, bookcase کتابخونه، bookshelf قفسه کتاب، bookshelf, bookcase, bookcase, bookshelf. your laptop, your phone. و یاد گرفتیم که close همیشه به معنی بستن نیست، گاهی به معنی پایان دادن، مثلا تموم شدن یه جلسه، مثل جلسه امروز هم که تموم شد. یا نزدیک شدنم معنی میده. بچه یادتون نره حتما این درس رو چندین بار تکرار کنید تا بره توی long term memory، حافظه بلند مدت. long term memory